اگه یک زن رو شما بهش عشق بدی، محبت بکنی، دوستش داشته باشی، بذاری اونی که هست باشه، اونی که دوست داره بپوشه، اون جوری که دوست داره برقصه، بذاری همون خودش باشه و خودش بهش عشق بدی، دوستش داشته باشی، بهترین زن دنیاست. بهترین زن دنیاست. یعنی همه دخترها، ایرانی خارجه بره، همه دخترها خوبن اگه تو باشون خوب باشی. رفتار خانوما آینه ایه. این یعنی چی؟ یعنی مرد هر رفتاری بکنه طبق تحقیقات علمی نشون داده که زن این رفتار رو برمیگردونه. اگه خوب باشی بهت خوبی برمیگردونه. اگر با زنت مشکل داری به خودت نگاه کن.